رادیوی آزادی گزارش داد بعضی از ساکنان شهر دوشنبه با نشر نوار در اینترنت از سلوفانپیچ شدن چند قبر نو در آرامگاه پایتخت نگرانی کردند. آنها تخمین زدند که احتمال این مزار قربانیان کووید 19 است و شماره‌اش هم خیلی زیاد است. مقامات کمیته دینی تاجیکستان میگویند قبرهای سلوفانپیچ و چاره‌های پیشگیری از بیماری همگیر ربط ندارد و تنها با هدف محافظت گورها از باد و باران است و بس. آسیا پلوس خبر داد بگاه 14 مای سردختور بیمارخانه جماعت دهاتی زرگری ناحیه کوشانیان رجب علی پاچوقالوف در شعبه احیاگری در درمانگاه مرکزی ناحیه وفات کرد. مرگ پاچوقالوف را سردختور بیمارخانه مرکزی ناحیه کوشانیان محمد علی دولتزاده تصدیق کرده است. پیام نامه دیگر نفقه‌خوار اسلام الدین صدیرов به رئیس جمهور امام علی رحمان تحت عنوان یک معاش پیشوا را نشر کرد که در آن به فاند مخصوص ستاد مبارزه گذرانده شدن یک معاش امام علی رحمان، سری بودن تمام معلومات از جمله ماهانه رئیس جمهور و چند موضوع دیگر به بحث کشیده شده است. خبر داد گروه‌های موبیلی میلیسه پایتخت در دکان و فروشگاه و مغازه‌های فروش خوراک عمومی اینچنین در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه جهت رعایت قاعده‌های بهداشتی با شهروندان صحبت‌های پروفیلاکتیکی گذرانیدند. سایت کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ترتیب مناسبت بخطر با جسد فافتیدگان از بیماری کووید 19 را در اساس توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی با نظرداشت تعلیمات دینی نشر کرد. رادیوی آزادی با استناد به وکیلان دفاع و نمایندگان برخی دادگاه‌ها نوشت بعضی از دادگاه‌های تاجیکستان با توجه به خطر سرایت کووید 19 برگزاری مرافعه‌ها را کمتر کرده، بخش دیگر را به بازداشتگاه‌های موقتی کشاندند، جایی که گمانبران نگهداری می‌شوند. ولی در دادگاه عالی تاجیکستان گفتند که کار به طور معمولی ادامه دارد. آسیا پلوس با استناد به سخنگوی وزارت مدافع جمهوری عارف نظامیان اطلاع داد میان هیئت شخصی قوه‌های مسلح تاجیکستان یگان دلیل سرایت سربازان و افسران از کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. در وزارت دفاع اطمینان دارند که سری وقت راه اندازی چاره‌های کرانتینی به این مساعدت کرده است. پیام گزارش داد در شهر وحدت یک فاجعه انسانی در حال صعود با سرعت است. روزی نیست که در این شهر 6-7 نفر از ویروس کرونا جان ندهند. یک طبیب بیمارخانه شهر وحدت نوشته است که هنوز آخر ماه مارس در این ناحیه 8 بیمار مبتلا به ویروس کرونا معلوم کرده شده بودند، اما مقامات امنیتی با هر طبیب علیحده صحبت آراسته و آنها افشای این معلومات را قطعاً منع کردند. همچنین به گفته او هیچ چاره پیشگیری از شیوع ویروس گرفته نشده است. خبر نوشت در کاروان عبارت از 45 ماشین پربار کمک مادی امام علی رحمان به ولایت مختار کوهستان بدخشان فرستاده شد. با اطلاع این خبرگزاری به همه شخصان مبتلای بیماری ویروس نو و طبیبان 8 شهر و نواحی ولایت مرکزی کوهستان بدخشان در حجم 500 تن مواد خوراکواری با مبلغ قریب 3 میلیون سومانی دسترس می‌گردد. اخبار خبر داد 14 مای شیرعلی گل خدای پرزیدنت تاجیکستان و سابق وزیر انرژتیکا و صنعت تاجیکستان را برای تشخیص کرونا ویروس به مرکزی توموگرافی بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه آوردند. سایت می نویسد شیرعلی گل ناتاب و خسته و کم قوت به نظر می رسید. تا آوردن شیرعلی گل کارمندان مرکزی توموگرافی را بیرون برآورده با مواد ضد عفونی تمام حجره های این مرکز را بی‌ضرر کردند. اخبار همچنین می نویسد اسدالله رحمان مشاور رئیس جمهور اوید به مسائل کادری را نیز با علامت های ویروس کرونا بستری کردند. در جلسه نوبتی ستاد ولایتی اوید به پیشگیری و معالجه بیماری های سرایتی تحت رهبری رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده معاون رئیس ولایت زینور عظیمی اطلاع داده است که مؤسسه های طبی خوجند با 143 دستگاه نفس‌دهی صنعی تامین شدند.
رادیوی آزادی گزارش داد در روزهایی که بیماری کووید 19 در تاجیکستان گسترش می‌یابد و طبیبان از مردم می‌خواهند در منزلشان بمانند، کارمندان اداره منزل در شهر خوجند خانه به خانه گشته از مردم پرداخت قرض منزل را طلب دارند. در کوبیدن و صحبت نزدیک با آنها بعضی ساکنان را از خوف سرایت یافتن به ویروس نو کرونا نگران کرده است. اما مقامات میگویند برای پرداخت ماهانه کارمندان اداره منزل مجبورند که از مردم پول جمع کنند. ظفر برهانزاده سرور اجرایی اوستا گروپ که کمک‌های چینی را به بیمارخانه‌ها از نام خودش برده بود با ازیا پلوس گفته است با سبب دشواری بارکشانی از چین همراه بار شرکت باز مال و مواد 3 تشکیلات دیگر با ماشین‌های بارکش آورده شدند که در بینشان همچنین کمک بشردوستانه از نام حکومت چین بود. ضمن انتقال همه قطعه‌های 4 تشکیلات آمیخته شد. در گزارش آید به کمک اوستا گروپ کمک بشردوستانه از چین نیز به نوار افتاده است. پیام خبر داد بازار فراوان شهر باختر که به دادرراس رئیس جمهور امامعلی رحمان خیرالله سعداللهیف تعلق دارد بعد 12 روز فعالیت از بسته شوی اول دوباره درهایش را قفل زده است. این هم در حالی که اجاره پولی از تاجران تا آخر ماه پول را جمع آوری کرده شده است. خاور خبر داد با الهام از دعوت پیشوای ملت صاحبکار محب باباجانف و فرزندان او و زیاد از 400 نفر کارمندان ساحه تندرستی ناحیه رشت که امروزها برای طبابت اهالی ناحیه از بیماری سرایتی کرونا ویروس کووید 19 خدمت نموده ایستادند و مبلغ 500 سامانه به هر کارمند کمک مالیوی رسانیدند. وزارت تندرستی خبر داد تا ساعت 17:20 روز 15 می در کشور 1118 نفر گرفتار ویروس کرونا آشکار گردیده. از این بیماری 33 نفر فوت دیدند. تا امروز 15 می در کشور 4297 نفر زیر نظارت طبیبان قرار داشته. در یک شبانه روز آخر 477 نفر پس از شفا یافتند و خانه هایشان رخصت داده شدند. رادیوی آزادی خبر داد 20 طبیب بیمارستان استقلال در دوشنبه که گرفتاران کووید 19 را معالجه می‌کردند بیماری بستری شدند. سبب گرفتاری آنها نارسایی وسایل محافظتی گفته می شود. چندی از کارمندان بیمارستان‌های استقلال و قریه بالا با ارسال پیام‌ها از کمبود و لباس‌های وسایل محافظتی خصوصاً کمبود ریسپیراتورها یا نقاب‌های مخصوص برای جلوگیری از سرایت ویروس شکایت کردند. وزارت تندرستی گفته است حرکت دارد که طبیبان را با وسایل ضروری محافظت از ویروس تامین کند. ازیا پلوس در یک گزارش مفصل از دست نارس بودن داروهای اربیدول، اسکاربینوی کیسلوتا، اسیترومیتسین، آنافیرون، اتسیکلاویر، پلاکوینیل، سیفتریاکسون بعد بازدید از 10 داروخانه حتی حرارت سنج گرادوسنیک پیدا کردن توانستن خبرنگارانش خبر داده است. وکیل سابق پارلمان و دیرکتور انستیتوت اقتصادیات و دموگرافیای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان شریف رحیمزاده به خاور گفته است اگر ما 2 ماه همه ساحه‌ها را می‌بستیم و نمی‌گذاشتیم که مردم کار کنند تقریباً 16 میلیارد سومانی به اقتصادیات دولت ضرر می‌رسید. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net